چشمکی میزنی اپاتا میگردی. بعضی مردها به درجه بیغیرت شدند که بیغیرتیشون رو به نمایش میگذارند. و خیر ای بیغیرت، این زن همسرت است، عروست است، کسی باشد، شرط است که به همین بیغیرتی خود را به نمایش گذاری. کجا شد غیرت و ناموس مسلمانیه؟ این زن غیر مسلمان از شوهر مسلمانش دشنام فحش یاد گرفته است. واقعا چنین مردان بیغیرت اسلام و مسلمانان را شرمنده می کند. بجای آن که از تو اسلام بیاموزد، شرم و حیا بیاموزد، برعکس دشنام فحش و بی‌حیایی یاد گرفته است. حیرانم که همین بداخلاقی خود را به نمایش گذاشتن چه معنی دارد؟ از این نواره های شما جوانان تنها بیغیرتی و بی‌حیایی را یاد میگیرند. برادر عزیز، وقتی همین خیل بیغیرتی و بی‌حیایی را در درون خانه انجام دادی، همین خیل دشنامای فحش که یادش میتی در درون خانه اگر همین کاراتون انجام داده، قسم به خدا که کارت ندارم. اما وقتی به نمایش گذاشتی به خاطر نهی از منکر که واجب شرعی است که از جانب خداوند به هر فرد مسلمان مأموره که کار گناه ببینم منع بکنه، من مجبور میشم که درباره شما نوار بکنم، از این کار گناه شما را باز دارم تا دیگران برحذر باشند.